که اول سر کروماتین میپردازیم. کروماتین که است اصلا حالتی از دی این ای است که به شکل متراکم موجود است و این شکل متراکم زمان به این اصل میشه که کروماتین یا امیلوب های دی این ای از هستون به دور هستون بچرخه و اصلا دو دور به صورت بگیره تا که کروماتین به وجود بیاید و هستون اینجا نقش اساسی داره در ساخت و ساز کروماتین. خب هستون که از هستون اصلا اکتامر برش گفته میشه که یعنی 8 مولکول هستون موجود است و متشکل است از H2. باز H2 که از دو رقم است، H2A و H2B، H3 و H4. این کلش ضرب دو میشه و یک هشتگانه ای که به وجود میه او را میگه هستون اکتامر. و هستون اکتامر مولکولی است که دی این ای را به دور خود چرخش میته و در استابیلیتی و در استحکام دی این ای نقش اساسی داره و همین شکل متراکم دی این ای که به دور هستون اکتامر چرخش میکنه در کلی را میگه کروماتین. درست است. و در بین دو زمانی که امی یک قسمت از کروماتین که به طور مثال قسمتی که از هستون به دور هستون چرخش داره و موقعیت داره، امی قسمت مخصوصا میگن نیوکلیوزوم. درست است. و دو نیوکلیوزوم ها هم توسط امی دی این ای یعنی زمانی که دو چرخش بکنه دی این ای به دور یک هستون، باز کم پیش میره امی دی این ای، باز به دور دیگه هستون همه قسم پیش میره و در اخیر هم کروماتین به وجود میآید. و زمانی که ما یک گپ گفتیم که دو چرخش میکنه دی این ای به دور هستون و همی دو لوپ دی این ای باید مستحکم باشه و این استحکام توسط H1 لینکر H1 یا لینکر دی این ای یا هستون 1 لینکر دی این ای هم برش میگه H1 مساوی لینکر دی این ای که اینجا شما ای را دیده میتونه توسط ای لینک میشه. از نامش هم پیداست. دو لوپ دی این ای توسط H1 بایند میشه و استیبل می باشه. درست سمی قسم پیش میره و یک قسمت از کروماتین باز دو نوع می باشه که یک قسمت آن هتروکروماتین نامیده میشه که زیاد کاندنس می باشه، به طور مثال زیاد متراکم می باشه و قسمت و ترانسکریپشن زیاد صورت نمیگیره. و یک چیز دیگه که زمانی که دی این ای در یک قسمت از دی این ای یا در بعضی جین ها دی اسیتایلیشن صورت بگیره، در او قسمت هتروکروماتین به وجود می آید. هتروکروماتین در الکترون مایکروسکوپ به شکل دارک دیده میشه که اینجا هم شما میبینین هتروکروماتین. چرا هتروکروماتین میگه؟ به خاطر که خیلی متراکم است و این قسمت ترانسکریپشنلی inaccessible است، یعنی ترانسکریپشن به بسیار آسانی اینجا صورت نمیگیره. و همین قسم این کروماتین ها یک جای میشه و بالاخره کروموزوم ها را میسازه که یک کروموزوم از فیز میتافیز مایتوزیس است که شما اینجا میبینین و این کروموزوم میتافیز می باشه در دوران مایتوزیس. و دکتر صاحبای کروماتین دیگه است که به نام یو کروماتین نامیده میشه. میبینین که چقدر آزاد است و مثل هتروکروماتین با هم زیاد چسبیدن نیستن
و از همین خاطر اینجا چرا برش یوکروماتین میگه که از لحاظ ترانسکریپشن دی ان ای اینجا بسیار با آسانی صورت میگیره ترانسکریپشن و هستون اسیتایلیشن اینجا صورت گرفته زیاد. جایی که اسیتایلیشن زیاد باشه در او قسمت ترانسکریپشن زیاد می باشه و در او قسمت یوکروماتین هم زیاد می باشه. درست است. و میایم قسمی که گفتیم هتروکروماتین متراکم می باشه، دارک می باشه، یعنی تاریک معلوم میشه در الکترون میکروسکوپ و شما در شکل هم دیده میتونین به شکل اج که در شکل شما متوجه شوین. اش که است معنایی که میبینین دارک معلوم میشه در اطراف هسته، معلوم میشه در اطراف هسته چه و به شکل دارک معلوم میشه که معنایش است که ای هتروکروماتین است، هتروکروماتین. و دکتر صاحبا یک چیز دیگه که گفتم که بر علاوه که اینجا دیاسیتایلیشن صورت گرفته، یک چیز دیگه هم صورت گرفته که دی ان ای میتایلیشن هم اینجا زیاد می باشه. میتایلیشن درست است، میتایلیشن یا دیاسیتایلیشن هر دوش ترانسکریپشن بلاک میکنه و کروماتین را به وجود میاره که او را میگه هتروکروماتین یا کاندنسد. و هتروکروماتین قسمی که از همین نامش هم به هایلی کاندنسد یک نیمونیک وارد در ذهنتان باشه و هایلی کاندنس است، زیاد متراکم است و بار بادیز یا ایناکتیو اکس کروموزومی که ایناکتیو می باشه به شکل هتروکروماتین می باشه و او را میگه بار بادیز، یعنی ترانسکریپشنلی ایناکتیو است و در اطراف هسته موقعیت می داشته باشه. بار بادیز یا ایناکتیو اکس کروموزوم یا اکس کروموزوم های غیر فعال. دیگه یوکروماتین ها گفتیم برخلاف هتروکروماتین زیاد فعال است و دیگه ای که زیاد فعال است و ترانسکریپشن زیاد صورت میگیره و ای فرقش از نقطه نظر الکترون میکروسکوپ ای که است یوکروماتین ای کمی روشنتر معلوم میشه، یعنی لایتر معلوم میشه و هتروکروماتین که است دارکر یا تاریک معلوم میشه. و دیگه دی ان ای میتایلیشن گفتیم که اگر میتایلیشن صورت بگیره دو قسمت ترانسکریپشن کم میشه، ترانسکریپشن of دی ان ای این کم میشه و یعنی اونجا دیگه ترانسکریپشن صورت نمیگیره و از دی ان ای ام آر ان ای ساخته نمیشه و اپیژنتیک ای یکی از پروسس های است یا پروسه های است که در کارسینوجنیسیس هم میتونه که نقش داشته باشه، یعنی سرطان زا می باشه این پروسه. چه قسم؟ به خاطر که زمانی که یک دی ان ای غیر فعال باشه او دیگه حجره به او نیاز نداره و او باید موجود نباشه. در کارسینوجنیسیس همین دی ان ای که میتایل داره زیاد اگر شوه این خودش سرطان زا میشه، به خاطر که کل مشکل که در سرطان به وجود میاد اصلا پیدایشش از دی ان ای است یا میوتیشن است یا دیگه کدام تغییرات در دی ان ای میاد و بالاخره منجر به این میشه که سرطان به وجود بیاید. و از همین خاطر دی ان ای میتایلیشن در این رول داره، به خاطر که یک چینج یا تغییر در دی ان ای است. از همین نقطه ما میگیم که در سرطان ها رول داره. در ایجینگ یا در یک نفر که زود پیر میشه یا عمر زیاد میشه نظر به طول زمان که میگذره بعض تغییرات مثلا در جلد و
در اعضای حیاتی و در دیگه ارگان های بدن به وجود می آید که او هم دی ان ای میتایلیشن میتونه که نقش داشته باشه. یعنی میتونه که همین دوران حجروی را کم بسازه و حجرات پوست یا جلد و دیگه حجرات بدن که باید زیاد سل سایکل یا دوران حجروی را پیش ببره بطی میشه و بالاخره یک فرد کهنسال میشه و پیر میشه و در کهنسالی هم معلوم میشه که جلدش چملک میشه، از این خاطر که دی ان ای میتایلیشن صورت گرفته و دوران حجروی موجود نیست. و دیگه ای که اپیژنتیک این اصلا اپیژنتیکس است. اپیژنتیک ای را میگه که خود سکونس دی ان ای تغییر نمیکنه مگر خود یعنی سکونس جای سایتوسین با تایمین یا جای ادینین با گوانین یا دیگه تغییرات مثلا میوتیشن ها صورت نمیگیره، ولی بالاتر از او ساختار دی ان ای تغییر نمیکنه مگر دیگه تغییر میایه که فعالیت دی ان ای را بطی بسازه و دی ان ای میتایلیشن، هستون اسیتایلیشن، این اردویش از جمله اپیژنتیک می باشه. و دیگه در جینومیک امپرینتینگ باز ما میخوانیم در آینده در دروس بایوکیمستری دو سندروم است، یکیش پرایدر ویل سندروم و انجلمن سندروم، هر دویش یک مثال جینومیک امپرینتینگ است که دایی میتایلیشن صورت میگیره و دی ان ای غیر فعال میشه و فعالیتی که ضرور می باشه او دیگه ترانسکریپشن زیاد که ضروری می بود در حالت نرمال صورت نمیگیره و این سندروم ها به وجود می آید. و میتایلیشن اگر در جین پروموتر ما در ترانسکریپشن داریم که باعث از این میشه که ترانسکریپشن صورت بگیره، میتونه که میتایلیشن در پروموتر هم صورت بگیره و اگر صورت بگیره در پروموتر میتایلیشن ای میفهمیم که دی ان ای را ضعیف میسازه، فعالیتش کم میکنه و ای به مثابه یک سایلنسر میشه. سایلنسر هم یک فاکتوری است که ترانسکریپشن ضعیف میسازه، کم میسازه. میتایلیشن هم در پروموتر اگر صورت بگیره پروموتر تبدیل میشه به سایلنسر. و در فریجالیک سندروم باز ما میخوانیم که دایی اصلا میتایلیشن زیاد میشه و بالاخره همو قسمتی از کروموزوم ایکس ایچ در ترانسکریپشن سهم نمیگیره و این را میگه فریجالیک سندروم یا FXS که نقیصه اصلا از لحاظ میتایلیشن میباشه در می قسمت کروموزوم ایکس. دیگه ما هستون میتایلیشن داریم، این مثل دی ان ای میتایلیشن میباشه و هم این باعث از این میشه که پروسه ترانسکریپشن کمتر شوه. و هستون اسیتایلیشن قسمی که گفتم در قسمت کروماتین، این اسیتایلیشن هر جایی که دیدین در هستون اسیتایلیشن خصوصا فعالیت ترانسکریپشن زیاد میسازه، یعنی هستون اسیتایلیشن is pro-transcriptional، یعنی ترانسکریپشن سرعت میبخشه و یعنی اگر میکانیزمش بفهم، میکانیزمش این رقم است که اصلا چارج های مثبت هستون توسط گروپ اسیتایل از بین میره و دی ان ای ریلکس میشه، کایلینگ که داشت یعنی پیچیدگی زیاد که داشت و از بین میره و میتونه که به بسیار آسانی ترانسکریپشن صورت بگیره و از همین خاطر در خلاص اگر بگویم هستون اسیتایلیشن ترانسکریپشن از زیاد میسازه. و تایروید هورمون سنتزیس، ترکیب هورمون تایروید که است هم توسط اسیتایلیشن کار میکنه و زمانی که یعنی میکانیزمش رقم زمانی که هورمون تایروید
در هسته اصلا هورمون تایروید که هست ریسپتورش در داخل هسته می باشه و انترانوکلیر ریسپتور هم نامیده میشه. زمانی که امی تایروید به ریسپتور خود یا به آخذه خود در هسته وصل میشه، ای باعث از این میشه که اسیتایلیشن صورت بگیره و ترانسکریپشن که توسط هورمون تایروید به وجود میایه او را زیاد میسازه و از همین خاطر این جزء پروسه میکانیزم است که زمانی که ترانسکریپشن زیاد شد میتونه که همین خود میکانیزم از این شوه که باعث فیدبک شوه و اگر ترانسکریپشن زیاد شوه میتونه که هورمون های تایروید پس کم شوه، درست است، و فعالیتش یعنی کم شوه توسط یعنی تمام ترکیب هورمون تایروید در کل توسط اسیتایلیشن آخذه‌اش به امی مربوط است و توسط ازی یا طبق امی پروسه کار میکنه ترکیب هورمون تایروید. و دکتر صاحبا هستون دی اسیتایلیشن برخلاف هستون اسیتایلیشن یعنی ترانسکریپشن کم میسازه. زمانی که گروپ های اسیتایل ما از یا از هستون دور کنیم ای پس کایلینگ به وجود میآید. کایلینگ میمانه که پس پیچیدگی زیاد میشه در مولکول دی ان ای یا در کروماتین و این کروماتین تبدیل میشه به هتروکروماتین، درست است، به خاطر که کایلینگ زیاد می باشه و ترانسکریپشن کم می باشه. و پاتوفیزیولوژی هانتینگتون دیزیز ای هم که است باز در قسمت نیورولوژی می خوانیم که یکی از نیورو دیجنریتیو دیزیز است که در ای هسته های کاودیت در دو طرف در بیزل گنگلیا که هم برش میگه اتروفی میکنه و پاتوفیزیولوژی یعنی همو بیس این مریضی که از در هستون دی اسیتایلیشن می باشه. هستون دی اسیتایلیشن زیاد میشه، ترانسکریپشن صورت نمیگیره و بالاخره مریضی هانتینگتون یا هانتینگتون دیزیز بروز می نمه. دیگه دکتر صاحبان نیوکلیوتاید ها ما داریم، یکیش نیوکلیوتاید است یکیش نیوکلیوزاید است. این فرق شما در ذهنتان باشه. فرقش فقط در گروپ فاسفیت است. گروپ فاسفیت که داشت او را میگه نیوکلیوتاید. رایبوز جمع یک قند جمع فاسفیت مساوی میشه با نیوکلیوتاید و اگر رایبوز یا قند جمع یک بیز نیتروژن دار ای را میگه باز نیوکلیوساید، درست است. ما اینجا فرمولای اردویش نوشته میکنم. اول نیوکلیوتاید یا NT مساوی میشه با رایبوز جمع بیس یا نیتروژن بیس پلس گروپ فاسفیت ای را میگن نیوکلیوتاید و NS یا نیوکلیوساید مساوی میشه با رایبوز جمع بیس. گروپ فاسفیت موجود نیست، از همین خاطر ای را میگن نیوکلیوساید. و دکتر صاحبا یک چیزی را که شما در ذهنتان داشته باشین، یک رایبوز است و دیگه دیوکسی رایبوز، درست است. زمانی که ما درباره دی ان ای گپ میزنیم ما باید رایبوز نگوییم، ما باید دیوکسی رایبوز بگوییم، به خاطر که یک اکسیژن در قند که در دی ان ای موجود است کم میشه و از همین خاطر برش میگه دیوکسی یعنی یک اکسیژن کم، درست است. و در آر ان ای باز رایبوز است به خاطر که اکسیژن اونجا پوره است و دیوکسی رایبوز که ما میگیم رایبوز این رایبوز است مگر یک اکسیژن کم است، یک مولکول اکسیژن برش میگه دیوکسی رایبوز. و
این نیوکلیوتاید ها توسط یک باند به نام 3 پرایم الی 5 پرایم فاسفودای استر باند درست است وصل میشه و بکبون درست است یا ساختمان دی ان ای را میسازه ای فاسفودای استر باند. اگر به شکل شیماتیک رسم کنیم ای دو هلیکس دی ان ای است یا دبل هلیکس استراکچر دی ان ای است در مابین که است در مابین ما قلوی های نیتروژن دار داریم و بکبون را که می سازه ای توسط ازی و ای توسط ازی با هم دیگه توسط فاسفو دای استر باند با هم وصل میشه و ساختار دی ان ای را تشکیل میده. و دکتر صاحبا 2 پرایم ما نام گرفتیم یکش 3 پرایم است یکش 5 پرایم است. در 3 پرایم مشخصه ای 3 پرایم اند یا انجام 3 پرایم ای است که در این ما فقط گروپ هیدروکسیل داریم یا 3 پرایم او اچ و در انجام 5 پرایم ما فاسفیت داریم درست است که به حیث ذخیره انرژی هم کار میکنه برای تشکیل رابطه چون ما میفهمیم که فاسفیت یک ذخیره انرژی است که اصلا به شکل ترایفاسفیت هم پیدا میشه مثلا ATP ادینوسین ترایفاسفیت درست است که در کل فاسفیت یک ذخیره انرژی است و این انرژی که برای رابطه فاسفودای استر ضرورت است توسط انجام 5 پرایم این ضرورت رفع میشه و رابطه برقرار میشه. و دیگه قسمت که مهم است او پیورین و پایریمیدین است. فرق بین این دو تایی است که پیورین 2 حلقه داره و پایریمیدین 1 حلقه می داشته باشه و ما 2 عدد پیورین داریم که یکش ادینین است و دیگهش گوانین است درست است و 3 پایریمیدین داریم که سایتوزین است یوراسیل است و تایمین است درست است که سایتوزین یوراسیل تایمین 1 حلقه داره و ادینین و گوانین 2 حلقه داره. بعض تغییرات به وجود میآید که باعث میوتیشن میشه میتونه شود که این قسمت دی ان ای ریپیر هم باید در یاد ما باشه که در او قسمت درستتر بفهمیم. سایتوزین اگر یک اولین عکس العمل ها یا ریاکشن که میخوایم سرش بحث کنم او دیامینیشن است یعنی خارج کردن گروپ امین گروپ است که رابطه NH2 ایرا میگه امین اگر ایرا از یک مولکول خارج بسازیم ای پروسه را میگه دیامینیشن. به طور مثال اگر از سایتوسین ما گروپ امین خارج بسازیم مولکولی که به وجود میایه او را میگه یوراسیل درست است و امین قسم اگر از ادنین ما گروپ امین را خارج بسازیم این مولکولی که به وجود میایه او را میگه هایپوزنتین و اگر از گوانین گروپ امین را خارج بسازیم مولکولی که به وجود میایه ای را میگه زنتین. در قسمت میتابولیزم ادنین و گوانین این پروسه ها خیلی نقش مهم داره و در قسمت پیورین سنتزیس و میتابولیزم و سالویج باز میپردازیم سرش.
و دکتر صاحبا ما در دی این ای دو قسم رابطه داریم. یکیش هست رابطه هر دو اصلا رابطه هیدروژنی می باشه. یکیش رابطه دوگانه است و دیگهش رابطه سه‌گانه می باشه. و دکتر صاحبا اینجا براتان به طور خلاص مرسم میکنم که نوشته میکنم در مابین ادینین و تایمین دو رابطه موجود می باشه و در میان سایتوزین و گوانین سه رابطه موجود می باشه. درست است؟ یا به طور خلاص میتونین که نوشته کنین که A دو رابطه T و C سه رابطه G. درست است؟ یک چیز را در ذهنتان داشته باشین، بسیار مهم است که رابطه که سه‌گانه است نظر به رابطه که دوگانه است نقطه ذوبانش یا بویلینگ تمپریچر بلند می باشه. یعنی حرارت زیاد ضرورت است تا که این رابطه را ما از بین ببریم، چون رابطه سه‌گانه است و به همین خاطر نقطه ذوبانش بلند میره. بویلینگ تمپریچر یا ملتینگ تمپریچر، ذوبان بویلینگ خو اصلا غلیان میگه. ما ای را پاک میکنم و اینجا بحث ما سر ملتینگ است، چون یک مولکول باید ذوب شوه، از همین خاطر ملتینگ خوب است که با کار برده شوه. و ملتینگ تمپریچر رابطه سه‌گانه همیشه بلند می باشه. هر قدر که تعداد رابطه ها زیاد میشه همان قدر ملتینگ تمپریچر یا نقطه ذوبان بلندتر میره. و بعضی امینو اسیدها ما داریم که در ترکیب و ساخت و ساز پیورین و پیریمیدین ضرورت است، قسمی که در شکل هم به شما دیده میشه. در پیورین که ادینین و گوانین است، امینو اسیدهای را ما بر شما میگم که ضرورت است برای پیورین در نخست اسپارتیت، گلوتامین و گلایسین. درست است؟ و برای پیرامیدین ها یا سایتوسین، یوراسیل و تایمین کدام امینو اسید ضرور است؟ اسپارتیت. درست است؟ پس در پیورین 3 امینو اسید و در پیرامیدین 1 امینو اسید ضرورت است تا که در ساخت ساز آن سهم بگیره. و دیگه ملحقاتش هم شما در ذهنتان باشه که ای در دراوینگ یا در رسم کردن چند بار رسم کنین، بسیار به شکل درست در ذهنتان میشینه و میتونین که یاد بگیرین. و یک مولکول خاص که در پیرامیدین موجود است در پیورین موجود نیست، او را میگه کربامول فسفات. درست است؟ در کربامول فسفات میایم و در